غلام آقا دم در کیه؟ و با آقا امام صادق کار دارم. شما من عنوان بسری چیکار دارید؟ میخوام آقا رو زیارت کنم. آقا دارن نماز میخونن، یا برو یا بشین. آقا صدا بزن. زدم زیر گرفتم برم کجا برم؟ جایی رو ندارم برم. گفتم رو همین خاکا میشینم. جوونا اگه در خونه اهل بیت رو خاکا نشستی خدا بلنده میکنی. اگه خودتو زدی زمین جلو اهل بیت خدا آغاز میکنه. خب رو خاکا نشستی. میگفتن خدا یا دل امام صادق آمن میرسه. اگه آقا بگید چرا اومدی چی جواب آقا رو میگه چیزی نگذشت. چند دقیقه بعد غلام اومد گفت که عنوان بسری خوشا به حالت. آقا میگه بفرما تو. شما یه لحظه دلتون رو من بدید، یه لحظه تو رو خدا فرض کنید پشت خیمه امام زمان نشستین، دلتون مثل سیر و سرگه میجوشه که آقا امام زمان اجازه بهتون میده برید تو خیمه یا نه. و غلام آقا بگه بیا تو، آقا میگه بیا. چه حالی پیدا میکنی؟ میخوام امشب اینجوری فکر کنی، خودتو بذار چه عنوان بسری. میگه من دیگه خدای جونی بمیدم، از خوشحالی میخواستم داد بزنم اما اشکام بند نمیومد. رفتم تا وارد شدم امام صادق بغلشونو باز کرد، منو بغل گرفتم. حالت چطوره؟ گفتم آقا من 6 ماه دارم میمیرم از آقا من بیچاره شدم، روز و شب فقط کارم گریه کردن بوده. آقا فرمود کنیت چیه عنوان بسری؟ گفتم کنیم ابو عبدالله. فرمود به چه کنیه قشنگی داری، خدا این کنیه رو برات نگه داره. به ابو عبدالله بنده خدا. گفتم آقا چرا منو گفتی برو؟ چرا منو به این روز انداختی؟ جوونای یزدی قربون اشکای چشمتون برم. این گریه که امشب تو داری میکنی من میدونم تو دلت چه خبره. تو میخوای بگه امام زمان منم راه بده. آره چراغا رو خاموش کنید طوره. آره این جوونا میگن با مهدی امشب آشتی بکن. آقا 6 ماه منو بیچاره کردین، منو محرومم کردین. آقا فرمود عنوان بسری تقصیر ما نیست، تقصیر خودتونه. اگه با مایی پس با دشمنان ما چی کار میکنی؟ اگه با مایی پس در خونه دشمن ما چرا میری؟ یه رنگ باش، یه جور باش. حالا فرض کنید امشب امام زمان بیاد تو مجلس، ما هم بگیم پسر فاطمه یه عمر داریم بگیم یا ابن الحسن. چرا جوابمونو نمیدین؟ چرا قلبمون نمیگذارین؟ آقا جوابشون جواب جدشونه. اوشون هم مثل امام صادق میفرماد اگه با مایی پس در خونه دشمنان ما چیکار میکنی؟ پس این رفیقا کیان دور خودت جمع کردی؟ پس اینا کیان باشون میری و میای؟ پس این شب نشینی ها دیگه چیه؟ پس اینا چیه تو موبایلت ریختی؟ پس این حرفا و نقلا یعنی چی اگه با مایی؟ این چه عکسی انداختی رو موبایله؟ این چه حرفا و چه نمیدونم چیزایی که ریختی توش برای این و اونم میفرستی؟ اگه با من امام زمان رفیقی چرا با شراب خوره رفاقت میکنی؟ چرا با بی نماز رفاقت میکنی؟ امام زمان ما نمیخوان تا سن عنوان بسری بفهمیم چه اشتباهی میکنیم. الان میخوایم بفهمیم.
به جون مادرت فاطمه خودمونم از خودمون خسته شدیم، به سر بریده حسین خودمونم خسته شدیم، از بس توبه کردیم و توبه شکستیم خجالت میکشیم. هر کس به طریقیم دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند. این درد دل امام زمانه. بیگانه اگر می شکند دردی نیست. بلند گریه میکنی یا نه؟ با حرف امام زمان از دوست بپرسید که چرا می شکند، از دوست بپرسید که چرا می شکند. تلك